و یک چیزی مهمی خاطرمون دیگر در تجربه فعالیت تاجیکستان سوویتی برگزاری جلسه های هر هفته‌ای بررسی مواد چاپ شده بود که بسیار پرجوش برگزار میشد، نقد میشد. یعنی هر هفته عملا محصولات چاپی روزنامه تاجیکستان سوویتی نقد و بررسی میشد با حضور همه مؤلفان. هر نوشته در جای خودش تقدیر میشد یا تنقید میشد. این بسیار مهم بود. این تجربه رو من فکر میکنم که باید ادامه داد. من نمیدونم حالا در جای هست نیست، ولی این باید ادامه یابد و برای که هر یک شماره برای شماره آینده یک نوع سبق می شود که خواه نخواه از شماره تا شماره خود نویسنده خود مقاله ها تکمیل می شوند، بهبود پیدا می کنند. جمهوریت هم مفهوم بسیار مهم و معتبر است. دیگر اینکه تاجیکستان هر روز تقریبا هر روز چاپ میشد، اگر خطا نکنم هر روزه در روزهای هفته. اکنون این هر روز که در یک مثلا صحیفه های بزرگ چاپ میشد، اون رو جمع کنید خیلی مواد میرفت، لازم میشد که آن پر شود. در اونجا فکر نکنید که تنها مسائل سیاسی یا مسائل دولتی یا مسائل اجتماعی حتی بررسی میشد. مثلا من خودم از همین روزنامه تاجیکستان سوویتی همیشه منتظر یک گوشه بودم که در اونجا مقاله های تایتورا باترقولوف، نویسنده قرقیز تبار تاجیکستان، درباره حیات جانوران وحش می نوشت و بسیار مقاله های خواندنی بودن، طبیعت شناسی بودن و پیوسته چاپ می شد. این گوشه پیوسته چاپ می شد و باز چیزهای دیگری چاپ می شد. حتی شما شاید که قصه مقاله استاد مرحوممان رجب مردان چایکهک را شنیده باشید، درباره گیاهای دارویی که چقدر شهرت پیدا کرد در جمهوری همین چیز. یعنی در گازیت تاجیکستان سوویتی هم به موضوعهای دیگر هم مراجعت میشد و اون رو جذابیت میبخشید به این روزنامه. شعر چاپ میشد. من چند شعر خودم در صحیفه های تاجیکستان سوویتی چاپ شده است. از همه شاعران، از همه من از خودم به این خاطر میگویم که من هنوز خیلی شاعر جوان محسوب میشدم اون دوره که این روزنامه مهمترین کشور بود. شعرهای ما رو چاپ میکرد، چی رسد به شعرهای شاعران نامورمون پیوسته چاپ میشدن.